آیا تا حالا شده هم بخواید از منزل بیرون باشید و از طبیعت و از زیبایی‌های خلقت خدا استفاده کنید، همین که بخواید از کلام خدا بشنوید، یا اینکه با ماشین به سر کار میرید یا از سر کار به سمت منزل برمیگردید، بخواید از این فرصت استفاده مفید کنید، به گوگل استور یا اپ استور برید و رادیو کلمه امید رو به انگلیسی جستجو کنید. با این رادیو میتونید به صورت 24 ساعته کلام خدا و برنامه‌های متنوع مسیحی رو گوش کنید. پس یادتون نره، رادیو کلمه امید.